استا لبای سمباف کسل خواه کی؟ سمباف سبد بافی همسایه؟ خواه تشکر که گفتید میرم حتما خبر میگیرم کسل خواه کفش زنتونه برید اینم تیار منه هردش تیار هردش چی کردم دختر موندم رفته خبر میگیرم تشکر روید البته که دوربینی واجب است اما من با این گوشی کارم چه خیلی با او گفتگو میکنم نمیدونم همسایه خفه میشود اگر خبر میگرفتم خیلی شاد میشد فهمیدم اول من با او میرم میگم احوالت چطور و البته میگفته کسی بد نیست من میگویم خدا را شکر بعد من به او سوال میگم کدوم چی خورده ای مثلا او میتواند بگوید که مثلا فلان دارو یا فلان دوا من میگم نوشی جان بود و خدا آن را گورا سازد بعد میگم که از طبیبان کی به نزدت آمده بود مثلا وای میگه فلان طبیب من میگم قدمش مبارک باشد میخیل با نزدش میروم حاضی میروم ممکن است السلام علیکم و علیکم السلام بیا همسایه شی خوش احوالا چخیل استای بزرگی سبد بافی ما مردم خدا را شکر به حساب شکر خدا را شکر چی خورده بودین؟ زر خوردم این نوشی جانتان باد و خداوند آن را گوارا گرداند آمین خوش پرسنی بودم از طبیبان کی پیشتان می آید حضرت عزرائیل قدمشان مبارک باشد شاد شوید نیک قدمند مبارک قدمند اکنون با اجازت شما منم از پی کارم میروم سلامت باشید این همسایه قدر به من دشمن بودست نمیدانستم